سلام به همتون. من فاطمه هستم، طراح معمار. این اولین ویدیوییه که توی چنلم آپلود میکنم. قراره که بازسازی این خونه قدیمی که اینجا میبینیم که 45 سالم خدمت داره از 0 تا 100 با هم باشیم. سلام، من ادیتورم. اینی هم که اینجا میبینید زهراست. در واقع فیلمبرداره و خب روحیه طنزش خیلی بالاست. حیات برداشت 500 به چه جایی. فضا قراره که این دیوار این قسمت رو که باربر نیست و برداریم که این قسمت با اون قسمت با هم فضای نشیمن بشه. این دوتا قسمت که اتاق خواباش هستن باید قشنگ بازسازی بشن. این درجوری هم ببینید چقدر خوشگله و اینجا قراره سرویس بهداشتی قرار بشه. اینم اتاق خوابیه که کامل باید سقفش بازسازی بشه، همینجاش باید مرتب بشه. اینجا هم قراره کلازت اتاق خواب بشه. از پر سر و صدا پر از گردش‌های لازم برای رسیدن به یک فضای تازه. زحمت تخریب با آقای حدادی بود، ولی مثل این که زهرا خیلی خسته شده اینجا. خب دیگه مثل این که رسید بخش اصلی و خانم مهندس داره به بچه‌ها میگن چی کار کنن و دیوار کشی و این داستانا. خانم مهندس رو میبینید که چقدر زحمت میکشه اینجا. وای خب شاید با خودتون بگید که اینجا چرا داره تخریب میشه و سوال منم همینه، واقعا چرا اینجا داره تخریب میشه. پس رفتم از خانم مهندس پرسیدم که چرا اینجا داره تخریب میشه. خانم مهندس، اینجا به خاطر اینکه یه خورده از ساختمون اندازه 130 میره توی کوچه احداثی، ما مجبور شدیم مقداری از ساختمون وسطشو پی در بیاریم، شناج ببافیم، بتون بریزیم، صفحه بذاریم و ستونهای فلزی رو علم بکنیم که مقاومت باری که وارد میشه داشته باشه و بقیه رو که
همون چرا؟ از اول نه این قشنگ‌تره. از اول 3 برابر هزینه‌تون میشد. آره همون اینجا رفته برده دل سواری. تا ادامه بازسازی فعلا